انبیاء اولیاء از حال شما خبر دارن؟ بگی خبر دارن. اگر خبر داشته باشد پیغمبر از روسیاهی های من و شما خودتان بگی آیا پیغمبر راحت است یا رنج است؟ نه راحت است. نه ابو جهل ها را میدید در گمراهی، پیغمبر اینقدر ناراحت میشد که خدا میگه لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. و بعد از وفات ناراحتیه یا راحته؟ من استدلالا میگم بعد از وفات مقربین را خدا میگه، سوره واقعه آخرش حالات محتضر را بیان میکند. الله تعالی میگه او منکران قیامت، اگر شما میگه قیامتی نیست جلوی مرگ را بگیرید. یکی از دلایل قیامت مرگ وقتی میخواهد بیاید شما جلوی مرگ را بگیرید. الله تعالی میگه هیچ قدرتی نیست، من وقتی هر کس را میخواهم بکشم و انتم حینئذ تنظرون، شما دیگه نشستید و دست را بالای دست میزنید. جز نگاه کردن حضرت دکتر صاحب، حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا صاحب، حضرت بادشاه صاحب، حضرت صاحب مال دارد جان میدهد و هیچ قدرتی نیست که جلوی مرگ را بگیرد. یکی از دلایل قیامت مرگ است. الله تعالی میگه ان کنتم غیر مدینین ترجعونها. خب بعد از مرگ چی؟ الله تعالی میگه هر انسانی که به مرگ حاضر میشد اینو میگه محتضر، از حالت خالی نیست. فاما ان کان من المقربین، این انسانی که به کام مرگ افتاده است از مقربانه، از انبیاء، از صدیقین، از شهدا است، با او چه معامله میشه؟ فراح و ریحان و جنت.